Listen again. Last year I went to Russia. سال گذشته من به روسیه رفتم with my friends همراه دوستای خود. We went by airplane. ما توسط طیاره رفتیم and stayed for 5 days و برای 5 دقیقه ماندیم. It was very cold. بسیار سرد بود because it was in winter به خاطر که در زمستان بود. We played and danced in the snow. ما بازی کردیم و رقص کردیم در برف. I wore a green overcoat. من یک overcoat سبز پوشیدم. And a pair of boots و یک جور موزه. We had good food. ما غذای خوب داشتیم in the restaurant در رستوران. We had so much fun. ما خیلی لذت می بردیم. I love my holiday. من رخصتی را دوست داشتم. من رخصتی را خوش دارم. I love my holiday. Well, can you read them now? State. State. State بخونیم. State. معنیش هم هست که ماندن، ساکن شدن، یک جای ماندن. مثلا یک وقت در خانه شما یک رفیقتان، یک دوستان شب میاد غذا میخورین، قصه میکنین، بازو موتر نداره که پس به خانه بره. با شما برای چی میگین؟ میگین stay with me، یعنی با ما بمان، یعنی شب همراه ما بمان. stay ماندن، stay بودن، باش میگن. بله 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 فاتحه کده. این کلمه رو بخونین were. I wore a green overcoat. I wore شکل گذشته wear هست. wear پوشیدن. wore شکل گذشتهش میشه. من یک overcoat سبز پوشیدم. شین. wear پوشیدن. wore شکل دوم است. بله.
We had good food in the restaurant. حد شکل گذاشته هفت از هفت اینجا خوردن منامیده، یعنی ما غذای خوبی خوردیم در رستوران. had past form of یا شکل دومی have است. had have. we had یعنی ما داشتیم یا ما خوردیم. بله we had good food in the restaurant. بله we had so much fun یعنی ما سرگرمی زیاد داشتیم یا لذت بردیم زیاد. have fun have fun لذت بردن میشه، سرگرم بودن. have fun ساتیری کردن. have fun ساتیری کردن میشه، سرگرمی داشتن. we had so much fun یعنی ما خیلی سرگرمی داشتیم، یعنی خیلی لذت بردیم، خیلی ساعت ما تیر شد. 2 ساعت ما خوش تیر شد. بله اینا رو یک دفعه دیگه هم از اول بخوانیم. read again. Mhm. اینی را بخوانیم. I wore a green overcoat and a pair of boots. Overcoat. Mhm. بله. خیلی خوب. یک لحظه که من برای شما درسای چند لغت رو میکنم. Just a minute. شما این فایل دانلود کنید پیشتون. فایلی که نه را آن کردم براتون. این خوب نیست. این یک فایل دیگه است، یک لحظه صبر کنید. این هم خوب هست ولی اون دیگه بود که من باید براتون میفرستادم.
یک دونه فایل 100 دونه فعلای خیلی عام انگلیسی را جدا کرده بودم اما اونا هم خواهمی هست ولی اونا معنا هم داشت که کجا شده رو نمی‌فهمم ولی یک لحظه صبر کنین. خیلی خوب مثل که او فعلا پیدا نمیشه. ما و شما هم اینا رو میخوانیم. به شکل دوم سوم هم داشت. چه قصری از او کار کرده بودم ما رو پیدا نمیتونم رو. یک لحظه صبر کنیم یک دفعه دیگه هم بپالم باز اگه نشد پیدا ما و شما هم اینا رو میخوانیم. چون من یک جمع فعلا را آماده ساختم که شکل دوم و سوم فعل بود باز معنایشان هم نوشته بود. و باز زمان گذشته ساده را پیدا کردین چقدر یاد گرفتین زمان گذشته ساده را. فعل کمکی و فعل اصلی و شکل دوم فعل اینا را خوب یاد گرفتین. هم داده. خب شرافت از اینی فعل ها را شما یاد بگیرین. خب اینجا چند دانه است اینجا فعل است یک صفحه است و فعلای مهم و فعلایی که خیلی کاربرد داره در اینجا آمده هم فعلای با قاعده است هم فعل بی قاعده است و اکثرا بی قاعده آمده اینجا. باشم براتون اینا را زوم کنم. فعل اول است have شکل گذاشتهش میشه had شکل دوم میشه had معنیش چیست داشتن. دوم است do انجام دادن did شکل سوم میشه done شکل دوم میشه did done. say گفتن said said. go رفتن went gone. get گرفتن got got. make ساختن made made. know فهمیدن knew known. think فکر کردن thought thought. take گرفتن took taken. see دیدن saw seen. کم آمدن came شکل سیوم ازم کم میشه دوباره اشتباه شده با او میه کم. want خواستن wanted wanted. look دیدن looked looked. فعل با قاعده از ایدی گرفته. use استفاده کردن used used. find پیدا کردن found found. give دادن gave
given. tell گفتن. told told. شما یک دفعه بخونین اینا رو باز جمله میسازیم. یعنی شما این رقم think جی چیز سایلنت است. تا جی چه نخونین. مهم. مهم. want want بخونین. want wanted wanted. بله. این باز looked بخونین. looked بخونین. look looked looked. ایدی داره ولی ایدی از این لوکت خوانده نمیشه. looked خوانده نمیشه. looked آخر خود ای. looked آفرین. بله. آها. آفرین. found خیلی خوب. given آفرین. خیلی خوب. اینا رو بین که جمله بسازیم برای اینا. جمله سازی کنیم. من میخوام بس است یا دیگه هم بخوانیم شرافت عزیز. این زیاد است نه همه قدر هم زیاد است. ولی شما در این زمان گذشته ساده را یک سه چهار روز باید بخوانین خود چون زمان گذشته ساده یک ذره جنجالی است. او شما باید حفظ کنین فعل زیاد یاد داشته باشین شکل دوم فعل یاد داشته باشین تمام اینا رو یاد داشته باشین حفظ کنین تا که جملات خوب ازش ساخته بتونین. بله. من این کلمات برای میخاطرم برای شما روان کردم خب. این کلمات برای شما روان کردم چون من میخواستم در آخر براتون یک کارخانگی بیتم که شما در آخر باز یک استوری نوشته کنین یک قصه نوشته کنین به زبان انگلیسی که گذشته ساده باشه کلا شکل گذشته است باشه شکل دوم فیلم و باز فردا برمه بتیم. خب حالا ما به شما چند دانه جمله میسازیم از اینا. have had had شکل دوم had. اینال شما بگین که من سه دانه موتر داشتم پارسال. پارسال میشه last year. من پارسال سه تا موتر داشتم. ایره had بخوانین. had. سال اگر یادم نکردین فقط سه موتر یاد کنین. آها I had four cars last month.
ماه گذشته شما گفتین. اگر سال گذشته باز بگین میشه last year. بله. اینال بگین که او دختر کارخانگی خود انجام داد. دید. او دختر یعنی شی. نخیر بگین که او کارخانگی خود انجام داد، بیانی اجر کنیم. دید با عنوان سوالیه، وقتی که helping verb باشه سوالیه میشه. خب ولی اینجا helping verb نیست، اینجا انجام دادن منامیته، اینجا main verb است. آفرین. She did her homework. خیلی خوب. بله. بگو که از من پرسان که بگو چی گفتین. سوالیه با ود. از من بپرس بگو که ود. نه. وقتی که سوالیه شو باز فعل کمکی میه helping verb میه دید. آفرین. What did you say؟ فعل کمکی میه. بله. بله. اینجا فعل کمکی که آمد با say دم نمیشه say میشه، درست است؟ چون فعل کمکی آمده دید. What did you say؟ بگو که من هیچ چیز نگفتم. چی رقم میگید انگلیسی؟ میگی من هیچ چیز نگفتم. این رقم میگه I said nothing. یا I I didn't say anything. با دو طریقه گفته میتونی، هر دوش درست است. I said nothing. I didn't say anything. خب کجا را میگه چی؟ where. شما بگو که از من پرسان که بگو کجا رفتی، دیروز کجا رفتی. go رفتن. نه خیر، اینطور نمیشه. اول شما بگین کجا، دبلش کوشن بگین. خب کجا را چی میگه؟ where. where میشه چرته. اینه. وقتی که establish question آمد باز where در اول جمله، establish question در اول جمله میاد، did باز بعدش میاد. where did you go؟ اینا رو باز جواب بتین بگیم من به سوپرمارکت رفتم. آفرین. دیر شد. پس لپوڑی. I went to the supermarket. خب شما بین برای انگلیسی برای نو جمله بسازین. بگو که من انگلیسی نمیفهمیدم. در گذشته میگی اما شکل منفی. من انگلیسی په نبودم، نمیفهمیدم. I did not know.
اینال بگو که من فارسی میفهمیدم. فارسی میفهمیدم. I knew. I knew. خیلی خوب. شما بگین که چی فکر کردی در گذشته؟ مگه چی فکر کردی؟ فکر کردن تینک میشه، شکل گذشته thought است. ولی وقتی که سواله بپرسین what در اول میه، بعدش باز چی میه؟ کمکی میه نه. What did you think? What did you think? What did you think? از این سوالا ما و شما باز دیگه هم خیلی زیاد کار میکنیم. What did you think؟ جمله دبلیش کوشن ها رو زیاد کار میکنیم. اینال شما بگین که من فکر کردم، بگین که من فکر کردم چی فکر کردم مثلا. شکل دوم فیلم. بله. چه رقم میگه نمیره در انگلیسی؟ I thought. I thought you come here. I thought you come here. بله. I thought you come here. I thought you come here. Okay, cool. Well, شما برای سی جمله بسازیم. بگو که من احمد رو دیدم. من احمد رو در پارک دیدم. شما گفتین که من احمد رو میبینم، نه در گذشته بگین، شکل دوم استفاده کنیم. I saw. این saw طلب. I saw احمد. شما بگین که من کلیدا رو پیدا کردم. find پیدا کردن شکل گذاشتهش میشه. من بگو کلیدا رو پیدا کردم. کلید. I found the keys. بله. I found the keys. من کلیدها را پیدا کردم. به مثل از این دیگرایش هم شما جمله بسازین. شرافت عزیز، برای امروز درس هم اینقدر کافی است. جمله سازی کارخانگیتان هم فردا یک دو نقصه است. او اگر اجازه باشه امروز یک کمک کار دارم، زودتر صنف ترک میکنم. بس باز اگر جای مشکل داشتین برای ما پیام بتین برتان جواب. از فعلا اوقات خوش. خدا